احتمالاً با خودتون فکر کردین که اینستاگرام ممکن شنود داشته باشه، چون که هر چیزی که در موردش حرف می‌زنین بلافاصله تو اکسپلورمون قرار میگیره. خب توضیحاتون درسته. من تقریبا توی سال 2018 فیسبوک یه اختراعی ثبت کرد که گوشی شما میتونه با استفاده از سیگنال‌های نامحسوس تلویزیون بفهمه شما چی دارید تماشا می‌کنید. اما این تکنولوژی خوشبختانه برای آزمایش بوده، هیچ وقت استفاده نشد. این شبیهش استفاده شد. شرکت کاکس مدیا گروپ که ارائه دهنده شرکت‌های مثل گوگل، متا یا همون فیسبوک قدیمی و آمازون بود، یک گند بزرگ توی 2024 زد. این گروه اعتراف کرد نرم افزارهایی برای اکتیو لیسنینگ استفاده می‌کرده، یعنی به صدای شما گوش می‌داده تا تبلیغاتی هدفمند به شما نشون بده. بعد از دور رفتن این گروه، گوگل و متا و شرکت‌های بزرگ دیگه با این گروه همکاری نکردن و از برنامه‌هاشون تبلیغاتشون رو حذف کردن. اما سوال همیشگی اینجاست، چجوری اینستاگرام، دیجیکالا و کل سایت‌های دیگه میدونن که ما چی می‌خوایم، دنبال چی هستیم؟ جوابش برمیگرده به 3 تا چیز اصلی: موقعیت مکانیتون کجاست، از چه اپ‌هایی استفاده می‌کنید و مهمتر از همه سرچ هیستوریتون. این اطلاعات به خصوص سرچ هیستوریتون اونقدر قوی هستن که اصلا گوش دادن به کار نمیاد. پس دفعه بعدی دیدی که اینترنت چیزی که می‌خواستی و به صورت مرموزی اومد نشون داد تو تبلیغات دیجیکالا، به جای اینکه به میکروفونت نگاه کنی، به سرچ هیستوریت نگاه کن.